اینا اون روز در ما اخبارات آمد بود که من را در جمعه اعلان کرده بودم. این سال ببین دختر صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار است در فرخار. دختر صنف 9 از بچه 11 حامله دار شدگیان. به خاطر چی بوده است؟ وقتی جوان پرسیدم گفتن خیلی وقتی که می آمد مقصد لباس های جذاب داشت. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و شخصایی که در غریبی هستید. از نبودن حجت هایتون تنقیصی میکشید یا اینکه دکمنت های شما به انجام رسید، میخواهید که به سرحد یعنی به گرانیت گذارید، پس مشکل شما حل شد. اکای نسیم جان شب و روز در خدمت شما هست. طول چند سال می شود که اکای نسیم جان با این کار فعال است. خیلی مزاج زیاد دارد. اول خدا بعدا شما را سوق سلامت از مکان به منزل میبرد و میآورد. با اکای نسیم جان زنگ زنید، از نام شبکه ما سلامش بگین. دختری مسلمان گویم بروک جینس میپوشد یا دختری مسلمان کرته هایی که مردا میپوشند که میپوشانیم سحر مکتب روان میکنیم، میپوشانیم کجایی که خواهیم روانشان میکنیم. بعدن ببینین اگه مادرای به عقلی ما و شما را ببینین، با بعدن چیکار میکنیم؟ بعدن خواهان او هستیم که یک کس دروازه ما را تق تق کنه و برای خواستگاری دخترمان بیاید. مادرای عزیز باور کن امروز مردم فکرش دیگر شده است، از حوض توجه میکند. همین دختری با حیا است، دختری خدا ترس است، خاندانش دروازه‌اش تق تق میکنن برای خواستگاری میآید. وقتی میبیند که از وقتش همین خیلی بی‌معنیگری میکند، ناخوبی های خودش نشان میدهد، خودش که در اون محله که مشهور کرد، پس پگاه که آمد پرسید همون دختری چی است، کسی خواهی نخواهی شاهدی میدهد، میگه نه اون جنرا که اون دختر اون دختری چی ندارد. همونجا باور که سین سالش تا 34 میرسد، بعد یگان کس اگر یکی زنش مرد یا که یگان کس مثال یکی خیلی ضرورت چی، بعد میاد به خواستگاری همون کس. اما این چیزا نمیخواهیم که ما میخواهیم دخترای ما در سین 17 و 18 با این خیلی خرسندی ها آمده از نزد دروازه ما با آب رو گرفته برنش که ماها گویم در پیش یک دو با خود آشنامان باشد، خود دوگانمان باشد، با گردنمان بلند شود. مادرای عزیز آخه برای آنچه که این پیدا کردنش در دست ما و شما از ما نگذاریم که مثال آنچه که اونا میخواهند، آنچه که اونا اراده دارند، اونا را استفاده برند، زیرا خطری در آخرتش دارد، خطری گویم در سین سال 17 و 18 دارد. اینا اون روز در ما اخبارات آمد بود که من را در جمعه اعلان کرده بودم. این سال ببین دختری صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار است در فرخار. دختری صنف 9 از بچه 11 حامله دار شدگیان. به خاطر چی بوده است؟ وقتی جوان پرسیدم گفتن خیلی وقتی که می آمد مقصد لباس های جذاب داشت، وقتی که ما را در اون احوال دیدیم راستی بار وسواس شیطان شدیم و پیامی زنک گرفتیم. این امروز کار به حدی آمد که مقصد توی اندازه است که هر کاری میکنیم بکنین، من اینا نمیگیرم. مقصد هر کار همش تیارمون، لیکن اینا ما بزنی نمیگیرم، زیرا یک تنها این حمله که ای دارد این تنها از من نیست. ببینید به خاطر چی بود همش، از چی سبب پیدا شد؟ به خاطر خود ما که تیار کردیم و روان کردیم، خیلی اونا روزش میتن. هر یک او شاعر میگفت که همین درختی که اگر میوه کرد از دیوال خانت که بیرون شد، خواهی نخواهی مردم که میوه را دیدن میزنن سر قطعی و میوه را میگیرن. یعنی وقتی ما هم که اگر مثل میوه و دخترای ما خوشروان وقتی در کوچه میبراریمشان، خواهی نخواهی این گرگه ها بسیارن، آدمای هستن دایم همخیلی میکوان، بعد به آب رومان میکن، بعد در محله شان شرفمون میریزد، آب رومان میریزد که او سخنی که علاج واقع پیش ای وقوع بود ما که نکردیم، انا مرحمت به آب روگی من. برای مادرای عزیز بسیار احتیاط کنین. به خدا برای قدر و قیمت خودمون گپ میزنم، برای شرف و قدرمون، برای اینمی هممون حاضر و هیچ آدمی گویم که بی درد نیست. وقتی همین واقعه را میشنوی یا دولینت میزنه یا یگان درد دیگه دا میزنی، گویم با از حساب اینمی مصیبت فرزند روزی خوشیش نادیده از دنیا را ترک میکنی میره، چی فایده داره؟ به همین خاطر همش در دست خودتان است. احتیاط کنین. به همین خیل گویم که لباسای خیلی ناخوب دخترها را آورده نرسانین. مادرمان عایشه وقتی دید این توده زنها را که زیارت آمدن که این خیلی لباسای تنگ و این خیلی که تمام اعضای زن بیرون در نمایش داد، خیلی نبود، بلکه میگه کم تنوک بودن که بدن نما نبود، تنوک بود. حضرت عایشه مادرمان چی گفت؟
این کنتون مؤمنات، گفته ای دخترای عزیز، گفت مرا زیارت آمدین، خوش به حالتان، ثواب گرفتین، من زن پیغمبر هستم، ثواب گرفتین، در حقتان دعا میکنم، لیکن اگر ذره ایمان داشته باشین از همین جای من که خیستین خانه رفتین این لباس ها را دیگر ابدی دربر نکنین که این لباسی که شما دارین لباس زن مسلمان نیست. گفت